این گروهی مردان از دهه قواق برای آب نوبت می‌پایند. نوبت پایی در کوهستان تاجیکستان حادثه نادیر است. چون که منطقه های کوهی سر آبند. بیشتری مردم برای همین کوهستان را انتخاب و چارواداری و زراعت پروری میکنند. آدمایی که هستن نمیشه اوچرات قطعی نمیشه چیزی میکنیم که می آب صرفه‌کارانه استفاده بریم. بعد 2 ساعت هر کمیمون میگیریم. حالا 24 از 50 عائله دهه قواق مجبورند ساعت‌ها و روزهای خود را در اینجا برای آب گذرانند. اون نفرانی که در پایان هستند بعضیاشون آب دارند. از بس که ما در قسمت بالایی زندگی میکنیم از ما با ما نمیاد اما در یک توچکه میآید. این یگانه منبع آب است. چند سال پیش برای آن دعوا زیاد بود و با جنجال پایان میافت. همین کردن مثال کبودزوری نزد اولگی همین آب برای ما رو دیگه تماما بسندگی هم نمیکند. جای کار نیست. مثال کوشش میکند که مثال برای تامین کردن اولیش یک پامیدور و کارتوشکا و دیگر اینوای کند تماما نمیرسد. اما جنگ جدال نکند. ما معلم مشرف و یک گروهی جوانان دهه یک راهی پیشگیری جنجال را پیدا کردند. از هر ساکن دهه 317 سامانی گرفته این ذخیره 5 تانه آب را ساختند. در همین بشکه‌ای که از شما ببینید 24 نفر شامل است. همین 24 نفر ما آب رو البته با اینوبت گرفته چین کرده مثال مخرامتراژ گذراندیم که در 3.5 ساعت همین که بعضی نیودوری آبی ما پر می شود با مقدار 1 ساعت 1.5 ساعت در یک شبانه روز تقسیم میکنیم و متوجه همین آب هستیم. البته از نارسایی. 2 روز پس و یا بعضا بر وقتتر از آن ساکنان دهه دسترسی به آب نوشاکی دارند. جنجال نیست. ولی ممکن است تکرار شود چون عائله ها روز به روز می افزایند کشتزارها وسیع می شوند. عین زمان این منبع تمام سال از آب پر نیست. امسال که بارشات بسیار شد عموما در حال حاضر نقض است. مردم برای تامین آب به بشکه‌ای بزرگتر نیاز دارند اما برای خرید آن هم پول ندارند. ماه‌های کم آبی چشمه نیز در پیش است و برای آوردن آب از سرگه که 10 کیلومتر دور است پول لازم دارند. معلم مشرف می‌داند که جنجال در آینده حتما سر می‌زند و حالا در اندیشه راهی نوی پیشگیری از آن است.